پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید الله متعال برای بندگانش در یک زمان بسیار نزدیک است و آن زمان آخر شب است. وقت سحرگاه دعایتان مستجاب می شود. راه حل مشکلات زندگیتان آخر شب حل می شود. قرضدار هستید، در زندگیتان مشکلات زیادی دارید، کاروبار و تجارتتان خوب نیست، رونق ندارد، همه مشکلات زندگیتان با ادا کردن دیر کرد نماز شب، دیر کرد نماز تهجد حتما حل خواهد شد. از ادا کردن دیر کرد نماز تهجد درود خوانده می شود و این دعا را می خوانید: لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین و دعاهای دیگری که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده. حتما بعد از ادا کردن دیر کرد نماز تهجد در زندگیتان تغییرات بسیاری خواهد داشت. می توانید این کار را انجام بدهید و خودتان را از مشکلات زندگی نجات دهید.